خواهرها برادران سوال میکنن، یک کسی یک پیام روان میکنه میگه اگر این به 100 نفر روان نکردی لعنت خدا سرید، اگر این به 1000 نفر روان نکردی به اصطلاح برید مصیبت میرسه، نمیفهمم برید خبر بد میرسه که برید چنین است چنان است. تمام این مسائل جزء خرافات است، جزء چتیات است، در منطق یک مسلمان واقعی نمی گنجد. یا به اصطلاح هیچ کسی حق نداره انسان لعنت بکنه. حتی از نفرین کردن در حق حیوانات انسان منع شده. حتی حق نداری بت یک مشرک دشنام بدی. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. شما دو ندهید چیزهایی که اونها میپرستن غیر از خدا، چون اونها هم باز خدای شما رو دشنام میدن. بنابراین اینها همش چیزهای ساختگی است. مسلمان نباید به اینها باور بکنه و هیچ ضرری هم برای شما نمیرسه. کسی حق نداره سر کسی یک چیزی تحمیل بکنه. اگر مطالب خوبی است، ویدیوی خوبی است، چیزی به درد اعتقاد و باور مسلمان، ظرفیت علمی انسان رو واضح‌تر به اصطلاح یا بالاتر میبره، ارتقا میده، کار خوبی است برای دیگران به اشتراک بگذارید. اما نه هر خرافات و چتیاتی به اصطلاح. و نکته دیگر، ماه مبارک رمضان نزدیک است که حدیث جلیل که ساختن هر روز در صفحات دست به دست میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته کسی خبر ماه مبارک رمضان برای مسلمان ها بشارت بده آتش جهنم بر او حرام است. والله چنین حدیثی وجود نداره. حدیث صحیح این ضعیف است، حدیثی ساختگی هست. از این چیزها دور شوید. اسلام نیازی به خرافات نداره. اسلام مثل آفتاب آشکاراست. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. میخوان نور خدا را با این خرافات بپوشانند ولی نور خدا را پوشیده نمیتوانند. بنابراین برادران عزیزم، خواهران عزیز به بزرگوار، با این چیزها باور نکنید، اعتقاد نکنید. اینها جزء مزخرفات است، جزء چتیات است. هیچ سود و ضرر و نفعی برای شما نداره اینها. ما معتقدیم که نفع از جانب الله به ما میرسه، به اذن الله به ما میرسه، ضرر به اذن الله به ما میرسه. هیچ کسی نمیتونه به ما ضرر برسونه. الله تبارک و تعالی و پیامبر میگه ای پیامبر تو برای مردم بگو من مالکی نفع و ضرر برای خود حتی نیستم. این متن آیات قرآن هست. ای پیامبر بگو برای مردم لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. من برای نفس خود مالکی نفع و ضرر نیستم. وقتی رسول الله نتونه به کسی ضرری برسانه، دیگه کسی چی میتونه برای کسی ضرری برسانه؟ بنابراین از این خواب چای گرفته، از خواب شیخ احمد گرفته، از سخن گفتن این تفلکی که در گهواره گفته به اصطلاح چای بخورید، به اصطلاح از تارموی در بین قرآن، از خبر دادن رمضان، نمیفهمم فلان فلان فلان، این پیامبر بر 100 نفر روان بکن، اینها همش جزء مزخرفات. مسلمان در برابر اینها مسئول نیست که اینها را باور بکنه یا به اینها عمل بکنه. موفق و مؤید باشید. این بود برنامه امروزی ما خدمت شما عزیزان. چون خیلی از برادران به خواهران کوشش کردن که باید شمایی را به اصطلاح ذکر بکنید. یک نکته دیگه هم که قابل تذکر است، همین فعلا در ذهن آمد، بحثی به اصطلاح فرود آمدن ستاره دنباله‌دار است یا شهاب سنگ است. یک عده افراد بیکارن، میخوان به اصطلاح هر چیزی یک جهت دینی بدن. نمیدونم این در قرآن آمده و نمیدونم در حدیث آمده و اصلا در قرآن اتفاقاتی ذکر شده که وقتی قیامت بیای اذا الشمس كورت و اذا البحار سجرت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، همه چیز منهدم میشه، برهم میشه، آسمان از بین میره، زمین از بین میره، همه چیز کل من علیها فان، همه فنا میشن، کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هلاک میشه الا الله تبارک و تعالی که باقی است و او ذات حی لا یموت است. اگر عیانا اتفاقی بیفته که قیامت به وقوع پیونده، کسی نمیتونه جلوش بگیره. بنابراین تشویش نکنید، نه هراسید از هیچ چیزی. حتی هم ویروس کرونایی که امروز شما میبینید به حد تبلیغاتش بالاست، به حد سرعت تبلیغاتش زیاد است. شما در روانشناسی یک بحث دارین، به حتی انسان میتونه شما با تبلیغ